به نظر تو موفقیت چجوری به وجود میاد؟ من 2 از مواردشو میگم. مهمترین عاملش اینه که باور کنی که میتونی. اون موقع نصف راهو رفتی. یه نصفه دیگه میمونه. نصفه دیگه همون نظم توه. این که به صورت منظم هر روز قدم‌های کوچیکتو بر میداری و اون کارهایی که باید انجام بدی رو انجام میدی، هر چقدر که سخته. درسته راه سختیه، ولی تهش قشنگه، تهش موفقیت توه. پس جا نزن، تلاش کن تا زمانی که به اون مقصد برسی و به خودت افتخار کنی. تو قوی هستی، قوی تر از اون چیزی که فکرشو کنی. توی این مسیر من مطمئنم که بهترین نسخه تو ساخته میشه. تو بهترین نسخه خودتو میسازی و در نهایت به اون مقصد زیبا میرسی. کمالگرایی نکن، ولی هر روز قدم‌های کوچیکتو بردار، چون هر روز یه شروع دوباره است.